من امروز کل اهرام مصر رو رزرو شخصی کردم. واو، این باحال‌ترین چیزیه که تا الان دیدم. ما امروز قراره بریم به مقبره باستانی فرعون، جاهایی که مردم عادی حق ورود بهش ندارن به خاطر اینکه بی نهایت خطرناکه. ما امروز قراره شناکنان وارد یکی از مقبره‌های مخفی زیر اهرام مصر بشیم. به ما 100 ساعت وقت برای جستجو دادن و همین الان میخوایم شروع کنیم. سلام دوستان، من نریمانم و اینجا هایپامینه. هر کدوم از ما از بچگی شاید رویای سفر به اهرام ثلاثه رو داشته باشیم. امروز مستر بیست قرار ما رو ببره داخل اهرام ثلاثه مصر. این ویدیو رو به هیچ عنوان از دست ندید. تیکه تیکه این ویدیو براتون جذابه، مخصوصا آخرش. بچه‌ها بیایید دنبالم، قراره امروز کلی حال کنیم. چقدر خفنه. باورت میشه 4500 سال پیش یکی این سنگو اینجا گذاشته؟ درسته، قدمت اهرام به 4500 سال پیش برمیگرده. مسیری که ما توش داریم قدم میزنیم به مقبره خوفوی بزرگ میرسه. فرعونی که دستور ساخت این همه اهرامو داد. به این اتاق نمایشگاه بزرگ میگن. چند درصد از اهرامو فکر میکنیم ما تا حالا دیدیم؟ جواب این سوالو هیچ کس نمیدونه. به باحال‌ترین شیوهی ممکن به سوالم جواب. اتاق بعدی آرامگاه ابدی فرعون. تا اونجایی که ما میدونیم آره. وای خدا، بچه‌ها اینجا رو ببینیم. این دیگه چیه؟ 4600 سال قبل اینجا جایی بود که فرعون به صورت مومیایی شده توش دفن شد. یعنی واقعا فرعون اینجا بوده؟ شواهد تاریخی اینطور نشون میدن که اینجا آرامگاه ابدیش بوده. یعنی چی؟ یعنی مطمئن نیستیم؟ همونطور که میبینین جسد فرعون اینجا نیست و ما فکر میکنیم یه اتاق کشف نشده دیگه‌ای تو اهرام هست که امکان داره مومیای فرعون در اصل اونجا باشه. اصل داستان اینه که ما امروز میخوایم بریم همون مقبره رو پیدا کنیم. به خاطر همین موضوع ما میخوایم از صدها متر زیر زمین شروع کنیم و تا بالاترین نقطه بزرگترین هرم بریم. واو، فوق‌العاده است. رفقا، قبل اینکه بریم سراغ جستجو تو اهرام، اول بیایید کمپ ما رو ببینید. ما اینجا یه میز شام داریم، چند تا چادر داریم که توش میخوابیم و از همه مهمتر نورافکنم با خودمون آوردیم که شما بتونید از داخل کمپ اهرام رو ببینید. این باید گرونترین تجهیزات نورپردازی باشه که تا حالا دیدم. و این هرمیه که قراره فردا صبح با هم دیگه کشفش کنیم. این اهرام از نظر تکنولوژی به حدی پیشرفته هستن که خیلی اونو به تمدنی قبل از تمدن مصری ها نسبت میدن و حتی افرادی اونقدر پیش رفتن که معتقدن این اهرام کار آدم فضایی است. ولی باستان شناسان اعتقاد دارن که مصریان باستان این مقبره ها رو 4600 سال قبل به عنوان مقبره‌ای برای پادشاهانشون ساختن. هرم ترسناک خفره. به نظرت این بنای غول‌پیکر چه چیز خاصی داره؟ این هرم باعث شد که ما متوجه بشیم ساختار اهرام هر کدوم به چه شکله و در گذشته به چه شکلی بودن. دقیقاً بعد اینکه آدم فضایی ساختنش، رامی ما رو 300 متر زیر زمین برد به اعماق وحشتناک هرم خفره. اینجا جاییه که تعداد انگشت شماری از افراد اومدن و اگه باهاتون صادق باشم نمیدونستم چه چیزی انتظارمو میکشه. ظاهرا مصریای باستان مقوا هم داشتن. ما تا مدت زیادی فکر میکردیم که اینجا محل دفن اصلی فرعونه و الان به عنوان انباری ازش استفاده میکنن. جیمی اینا دارن هرمو بازسازی میکنن، باید از ابزار استفاده این یعنی در اصل فرعون اینجای دیگه دفن کردن. رامی ما رو برد به محل اصلی دفن فرعون، جایی که یک زمان مومیایی پادشاه خفره اونجا بود. وای خدا. و بالاخره رسیدیم. اینم آرامگاه ابدی پادشاه خفره. و با دستخوش، این باحال‌ترین چیزیه که من توی زندگیم دیدم. جدی این چی میتونه باشه؟ واستا به تاریخش نگاه کن. اولین نفری که این هرمو کشف کرد تاریخشو اینجا نوشت. ادعا میکنه که به عنوان اولین نفر کشف کرده. این همون جاییه که فرعون رو توش دفن کردن. دقیقاً همینجاست. اشکالی داره توش بخوابم؟ اشکالی نداره، ولی شاید نفرینت کنه. نفرینش چیکار میکنه؟ میخوای امتحانش کنی؟ نه. بچه‌ها بریم بیرون قبل اینکه نفرینمون کنه. از قدیم تا الان اعتقاد داشتن که اهرام ثلاثه مصر شاید توسط جادو ساخته شده باشه. هنوزم که هنوز اعتقاد دارن اگر داخل اهرام ثلاثه مصر برید ممکنه طلسماش شما رو بگیره. دیدید که مستر بیست و تیمش هم به این نکته اشاره کردن. این هرم دیوونه کننده بود. مقبره این پادشاه نتونست به خیلی از سوالات ما پاسخ بده، ولی درگاهی که ما رو به قول مصریان دنیای مردگان میبره ممکنه جواب تمام سوالای ما رو داشته باشه. این مقبره اوسایریسه، جایی که تعداد خیلی کمی پاشونو بهش گذاشتن. ما داریم اینجا چیکار میکنیم؟ همونطور که میتونید حدس بزنید مقبره خدای مردگان تو عمق خیلی زیادیه. شوخی میکنی دیگه نه؟ این همینطوری داره پایین و پایین‌تر میره. کارل بپر پایین. وای خدای من،
چقدر واقعا نمیفهم چطوری اینقدر بیخیالی. کارل این تازه ورودیشه. حواست نیستا مقبره خدای مردگان خیر سرش. عجب نردبون درازیه. عمقش خیلی زیاده، یعنی اگه بیفتی قطعا میمیرم. آره. داره کم کم ترسناک میشه. میشه من ادامه‌شو نیام؟ تا اگه تا اون زمان اونقدر نترسیده بودیم با دیدن این قطعا ترسیدیم. این واسه 3000 سال قبله. انسان خدای من چرا هنوز اینو دستم گرفتم؟ به نظرت این یه قسمت از جمجمه است؟ آره. اگه از اینم پایین تر بریم احتمالش هست که به خاطر کمبود اکسیژن خفه شیم. درسته. چندلر قرار ما رو ببره به آرامگاه ابدی اوسایرس. ظاهرا چاره ای نیست. بزن بریم. وای. اکسیژن اینجا واقعا کمه. واستا ببینم این یه سنگه یا یه دریچه است؟ دقیقاً وسط این اتاق تابوت سنگی اوسایریسه. یعنی دقیقا اینجا دروازه ورود به دنیای مردگانه. دقیقاً. حالا بیاین بریم داخل. منظور دنیای مردگانه؟ آره خب. لعنت بش لعنت بش لعنت بش. مصریان باستان اعتقاد داشتن که تابوت اوسایرس دروازه ورود به دنیای مردگانه و هیچ انسانی تا امروز اونجا نرفته. عمقش چقدر بود؟ وای خدای من، چرا ما اینجاییم؟ من چرا یوتیوبر شدم؟ ما اینجا داریم چیکار میکنیم؟ اونجا یه دالانی میبینیم که هیچ کس نمیدونه به کجا منتهی میشه. کارل بپر برو توش. نذار این کارو بکنه، نذار بره. خیلی میترسم داداش. کارل بیخیالش شو. توی تونلی اومدم از مصر باستان که هیچکی تا حالا نیومد. خاطر اینکه هیچ کس انقدر خلوچل نبوده. حداقل بهمون میگی چه اتفاقی داره میفته؟ من الان دقیقاً توی یه پیچم و داره هی باریک و باریکتر میشه. رفیق فکر کنم شوخی این تو گیر افتادم. مانی عمرش اسم تو تاریخ می‌نویسن کار. من فقط چند سانت فضای آزاد دارم اینجا. مدت زمانی که ما اینجا بودیم خیلی بیشتر از حد استاندارد نیاز به اکسیژنه. میشه برگردیم؟ ما تا قبل این شنیده بودیم که خدای مردگان تو کشور یونان اسمش هیدسه، ولی الان متوجه شدیم که مصریان باستان هم خدایی برای مردگان داشتن که اسمش اوسایرسه. اطلاعات این ویدیو بی‌نظیره بچه‌ها. اگر به مصر علاقه دارید ادامه این ویدیو رو از دست ندید. قبل از اینکه بمیریم و خودمون با دنیای مردگان آشنا شیم با سرعت هر چی بیشتر اونجا رو ترک کردیم، چون حداقل می‌خواستم اونقدر زنده بمونم که مکان‌های کشف نشده هرم خوفو رو کشف کنم. جالبه بدونید تعداد کسایی که به فضا سفر کردن از تعداد کسایی که این نقطه از هرم خوفو رو دیدن بیشتره. کی میاد بریم شتر سواری؟ نازش کن، یه ذره نازش کن. بابا مشخصه دوستان تا حالا شتر گازت گرفته؟ آره. دروغ میگی. جون تو واقعا گرفته. دردت گرفت؟ معلومه. بهت گفته بودم که یه روز جدید رو بریم برای اکتشافات بعدی. باور نکردنیه. چند روکی؟ اوه نه. تنها بشه بکش. نمیتونم من از این بیار پایین. خیلی قیافش باحال شده. فکر کنم بهترین عکسیه که تو این سفر گرفتم. هم سوار شترم هم کنار اهرام مصر. و حالا راهنمای اصلی اهرام ثلاثی مصر به جمع ما اضافه میشه برای بازدید از سومین هرمی که قراره ببینیم، هرم منکوره. اگر دقت کنید بعضی از سنگا رو میبینید که از 4600 سال پیش تا امروز دست نخورده باقی موندن. تصور میشه که اهرام مصر در گذشته به این شکل بوده و بعد گذشته 5000 سال این چیزیه که شما میبینید. این رفیق من میشه بره بالای سرگوشی آب بده؟ من اجازه انجام کاریه گرفتم که برای افراد عادی غیر قانونیه. میشه دعواش کنی؟ الان میرینه به شلوارش. این فرصت بهت کمتر دست میده که بخوای از اهرام بالا بری. بیا پایین بچه. بدو بیا پایین. بیام پایین؟ آره پایین. نولان اصلا شوخی نمیکنه. باشه جوش نیار. الان میام پایین. یالا بیا پایین. یالا. نولان در دستت میندازه. برو حالش آور. داشت شوخی میکرد. خدا داشتم سکته میکردم. فکر کردم میخوای دستگیرم کنی یه تحویل پلیس هم بدی. بریم کشفش کنیم. واستا دوربینی بیار پایینه بگیر. چرا انقدر تاریکه اونجا؟ چون چراغا خاموشه. خداییش قانع شدم. خب راهو بهمون نشون بده. ما از راهرویی رد شدیم که ما رو 300 متر به عمق زمین برد و به اولین تالار مصر باستان رسیدیم که روی دیواراش کنده‌کاری‌های زیبایی بود. این دیگه چیه؟ این کنده‌کاری‌ها مثل درهای کاذب میمونن. قبل از این هیچ کدوم از اهرام ثلاثه داخلش کنده‌کاری نبود. پس این 4-5 هزار سال پیش انجام شده. دقیقاً 4600 سال قبل. در ادامه سفرمون راهروی بعدی ما رو به اعماق هرم منکوره به جای عجیبی برد. واو، عجب جای خفنیه. تو اون اتاق چه خبره؟ هیچی اونجا نیست. تا حالا خودت اونجا رفتی؟ نه نرفتم. پس از کجا میدونی خبری نیست؟ چون از اینجا توش کاملا مشخصه. ببین فقط یه تونله، هیچی اونجا نیست. آره
همیشه فضولی کنی. هرم منکوره از گذشته به داشتن راههای پیش در پیش معروفه و ما باز هم پایین‌تر رفتیم تا بالاخره رسیدیم به محل دفن به فرعون. خاطر اینکه بتونه وزن رو تحمل کنه یه سقف تاقدار واسش ساختن. 5000 سال قبل این از کجا میدونستن؟ اگه میتونی یه هرم بسازی، میتونی هر چیزی بسازی، میتونی هر کاری بکنی، میتونی هر کاری کنی. وقتی داشتیم از هرم خارج میشدیم برام سوال پیش اومد که چرا 3 تا هرم کوچیک کنار هرم اصلیه؟ منکوره 3 تا هرم کوچیکتر کنارش هست. هرم هایی برای ملکه های فرعون. سرانگشتی حساب کنیم منکوره 3 تا زن داشته، اینا هم مقبره‌هاشونه. نولان بودو بیا اینجا. وقتی این تونسته 3 تا زن داشته باشه تو یکی که دیگه میتونی بگی. واقعا خون دارم تلاشم میکنم. من یه مومیایی کشف کردم که دنبال پولم نیست، به حرفاتم گوش میکنه، چیز زیادی هم ازت نمیخواد. انتخاب خیلی خوبیه واسه تو زن پسر. بهتر سراغ نداشتی؟ سرتم زیاده. موقع خداحافظی با اشرف رسیده بود، ولی قبل رفتم میخواستم نظر خودشو بدونم که آیا آدم فضایی اهرامو درست کردن یا نه. آدم فضایی ها قلبمو داره میشکنی پسر. ما 124 تا هرم تو کل مصر داریم، یعنی هر بار اینطوری بوده که آدم فضایی ها تو رو خدا بیاین با این هرما رو واسه ما بسازین. ما مصری‌ها سازنده های حرفه‌ای هستیم. تاره بله. دیگه در مورد آدم فضایی صحبت تو نکنی. صحبت کردی. اگه میتونی یه هرم بسازی هر کاری میتونی بکنی. آره. و منظورش از انجام هر کاری اینه که مصریای باستان تونستن یه مجسمه غول پیکر بسازن که نصفش انسانه و نصفش شیر و پر از رمز و رازه. و ما بالاخره رسیدیم به ابوالهول. این شما و این هم دکتر زاهی، کاشف بزرگ اهرام ثلاثه مصر. از قدیم اعتقاد داشتن که زیر مجسمه ابوالهول گنجی عظیم وجود داره. تا دقایقی دیگه قرار مستر بیست اون پایین بره و کشف کنه ببینه از این گنج خبری هست یا نه. توی اینترنت خونده بودم که یه معبد درست زیر ابوالهول ساخته شده و زیرش پر از گنجه. من قراره ببینم که کی راست میگه، دکتر زاهی یا تمام مطالب توی اینترنت. جوون کمک کن درشو برداریم. واو این ورودیشه؟ بچه‌ها جدی دارم وارد معبد ابوالهول میشم. بریم ببینیم این معبده حقیقت داره یا نه. فکر نکنم جاشم. جا میشی، نگران نباش. واه عجب جایی باحالیه. بریم سر وقت طلا بچه‌ها. اینجا که فقط یه حفره تو خالیه. پس همین الان باید اعتراف کنی. همین الان باید اعتراف کنی. درست گفتی زای. خالیه. تو داری تبدیل به جزئی از تاریخ میشی. و چه چیزی بهتر از این که یه پیغام برای آیندگان بذارم. فقط یه سوال، به نظر این کاغذ چند سال این پایین دووم میاره؟ هزاران سال پسر. واقعا؟ جون تو. میتونم همراه نامه این طلا هم دفع کنم؟ عالیه. قیمتش $10,000. شوخی میکنی؟ چه پیغام گرونی واسهشون گذاشتی. حالا دیگه تمام شایعات توی اینترنت درست از آب در اومد، چون واقعا یه تیکه طلا زیرشه. بچه‌ها من بهتون اعتماد کردم و طلا رو ندزدید. راستی باقی بچهای تیم دارن چیکار میکنن؟ تو همین لحظه یه صدای عجیب از بالا سرم شنیدم. دکتر تو هم صدای هلیکوپترها رو میشنوی؟ یه نکته بهتون بگم، به نظر تو اون تیکه طلا هنوز اونجا مونده؟ نظر شخصی منو بخوای، وقتی مستر بیست برگشت کشورش همون راهنمایی بود باهاش، همون میره اون زیر اون تیکه طلا رو برمی‌داره هوتوتو. حالا یه سوال دیگه، به نظر شما واقعا زیر ابوالهول هیچی نبود؟ نظر شخصی منو بخوای، انقدر اهرام نکات کشف نشده داره و اون زیر پیچ و پیچه، ممکنه که تیم حفاری هنوزم که هنوزه نتونسته باشه به گنجینه ابوالهول رسیده باشه. واقعا باور نمی‌کنم ما این کار داریم انجام میدیم. تو فاصله ای که ما داشتیم ابوالهول رو جستجو می‌کردیم، بچه‌ها دولت مصر رو راضی کردن تا بهشون یه هلیکوپتر بده. عجب روز فوق‌العاده‌ایه. ازانقدش بچه‌ها باحال‌ترین قسمت تجربه ما مونده. وقتی ما رو ببری بالای هرم میخوای چیزایی رو تو دوربین نشون بدی که تا الان نشون ندی. چیزای شگفت‌انگیزی. لوش نه دیگه. بچه‌ها این ویدیو هر لحظه بهتر و بهتر میشه و قبل اینکه بخوایم بریم بالای هرم تصمیم گرفتیم دنبال کشف اسرار بیشتری بریم. و چه جایی بهتر از جایی که هیچ کس نرفته. رامی الان کجاییم؟ اینجا مقبره امریه، یکی از جاهایی که برای مردم عادی کاملا غیرقانونیه. ما که افراد عادی نیستیم. قبل از اینکه بریم داخل اینو بهتون بگم که خیلی مهمه که به هیچ چی دست نزنین. نولان فهمیدی؟ خیلی نیستم که. اصلا بهتره که تو همین بیرون بمونی. واقعا باعث خجالتی. هر جا میریم باید یه جا رو انگوش کنی. من به چیزی دست نزدم. سعی کن انگشتاتو این بار کنترل آماده کنی. این؟ آره. فکر میکردم تمام چیزهای دیدنی اهرام ثلاثه مصر رو دیدم، ولی هیچ کدوم به خفنی چیزی که میخواستم ببینم نبود. واو اینجا رو ببینید بچه‌ها. خدای من چقدر زیباست. اینجا معبد راهب بزرگ همون زمان بوده، یه چیز شبیه پاپ همین حالا. هیچ کس رو اینجا راه نمیدم واسه اینکه این رنگ ها نباید آسیب ببینه.
این نقاشی 4600 سال قدمتشه. دقیقاً 4600 سال قدمتشه. تمام در و دیوار پوشونده. مقبره های مثل این واسه ما حتی از اهرام ثلاثه هم مهمتره، چون زندگی روزانه مصریان اون دورانو داره بهمون نشون میده. مثلا تو این نقاشی ما متوجه شدیم چطور مصریان باستان شراب درست میکردن. واقعا دقیقاً مثل یه ویدیو یوتیوبه، فقط برای 5000 سال پیشه. دقیقاً مثل یه ویدیوی آموزشی این بود. واقعا زیباترین اتاقیه که تو زندگیم دیدم. اینجا چیزای جذابتری هم داره. اینا دیگه چیه؟ این نقاشی مصریان باستانه که داشتن همه چیز به ایمری کاهن اعظم اون زمان اهدا میکردن. به نظرت کاهن اعظم اگه این اسباب بازیای مستر بیست رو بهش کادو میدادن چه حسی داشت؟ فکر کنم امری خوشحال میشد و تشکر میکرد. 4مین روز اقامت ما در مصر تازه شروع شده بود. نوبتی هم باشه نوبت معبد کارگراست. امروز بیاین بریم اونجا. امروز قراره همراه یه تیم حفاری باشیم. مطمئنم امروز فوق العاده ترین روز اقامت ماست. تنها چیزی که میتونه این روز زیباتر کنه یکم شکلاتای برند خودمه. واسه ببینم واسه ما هم آوردی؟ آره بابا، ولی خدای دیدن اهرام با شکلات یه چیز دیگه است. فقط 22 ساعت مونده بود و ما باید از وسایل نقلیه سریعتری استفاده میکردیم. جیمی آماده ای؟ بزن بریم رفیق. فوق العاده است. دیوونه کننده است. خیلی داره بهمون خوش میگذره. یه مش دیوونه داره میاد. چرا دفعه اول ما شطور نشستیم؟ احساس ایندیانا جونزو دارم. بالاخره رسیدیم به آرامگاه کارگرا. و چه کسی بهتر از دکتر زایی که میتونست اطراف مقبره رو به ما نشون بده. اینجا آرامگاه همون کارگرایی که اهرامو ساختن. بر اساس گفته های دکتر زاهی اینجا همون آرامگاهیه که تمام کارگرا رو توش دفن کردن. جیمی، تو آرامگاه های دیگه نقاشی های رنگی میدیدی، ولی این مردم فقیر بودن. چقدر خوشگله این. اسم این مرد نفیرتیسه. فکر نکن چون دیوار میگه کسایی که اهرامو ساختن اینجا دفن شدن، قطعا همینجا دفن شدن. منم همین فکر رو میکردم تا یه چیزی دیدم که نظرم عوض کرد. واسه این همون چیزیه که من فکر میکنم؟ نگو این جمجمه است. زاهی، سوالی که برای همه ما پیش میاد اینه، صادقانه تو که این جمجمه رو اینجا نشتی؟ نه این جای اصلی همین جمجمه است. از 4600 سال قبل همینطوری مونده؟ ما اصلا بهش دست نزدیم. این اجازه رو دارید به من میدید که درش بیارم؟ ما متوجه شدیم که تمام مردان و زنانی که اینجا دفن شدن روی ستون فقراتشون فشار بوده. فکر میکنین چرا؟ تنگای دتونی رو جابجا میکردن؟ دقیقاً. تو خیلی باهوشی، ولی اونا خنگن. با ما؟ شما هیچ چیزی به درد بخوری نمیگین. پس واسه همینه که اعتقاد داری آدم فضایی اهرامو نساختن، چون استخون کارگرا همینجا دفن شده. مرسی این شانس رو بهم دادی زاهی. و امشب یه ماجراجویی جذاب داریم بچه‌ها. قراره که واسه اولین بار خیلی از اسرارو که دنیا نمیدونست امشب فاش کنیم. به هیچ عنوان داشت شوخی نمی‌کرد. ما امشب قراره به بالاترین نقطه هرم بزرگ بریم، جایی که کمتر از 50 نفر پا به اونجا گذاشته. شاید این جذاب‌ترین روز زندگی عالیه. باشه. قبل اینکه ماجراجوییمون رو آغاز کنیم باید بریم توی کمپ خودمون رو بسازیم. رفقا میدونید چرا همتون اینجا جمع کردم؟ به خاطر مصر باستان؟ یه چیز مهمتر، فصل اول سوارم تقریبا تموم شده و ما اینجا براتون تمام سوارمایی که وجود داشته رو جمع کردیم. آخرین باری که شما میبینینشون. این با مزه ترین چیز رو کره زمین نیست. رامی بچه داری؟ بله. فکر میکنی از اینا خوشش میاد؟ فکر کنم شیفتشون بشه. الان وقتشه که کلکسیونتون رو کامل کنید بچه‌ها. اگه تموم بشن دیگه برای همیشه تموم شدن. رفقا سوارمو میتونید تو والمارت، تارگت و آمازون تو امریکا پیدا کنید. آخرین سری سوارم داره از روی قفسه فروشگاه‌ها برای همیشه ناپدید میشه. تا زمانی که فرصت دارید تهیه‌اش کنید. هیچ کدوم از شماها هایپر کرومو دارید؟ فقط 1000 تا دونه ازش تولید کردید. هیچی دیگه کارل برش داشت. و چیزی که همتون تا این لحظه منتظرش بودیم. ما میخوایم تو این لحظه به بالاترین نقطه هرم بزرگ بریم. این اون قسمت هرمی که میخوایم بهش برسیم. نوبتی هم باشه، نوبت ناشناخته ترین قسمت اهرام ثلاثه مصر. ادامه ویدیو رو ببینید. یه نکته ترسناک بامزه هم داره، به هیچ عنوان از دست ندید. بچه‌ها برامون دعا کنید واسه اینکه بدونیم هیچ قسمت از هرم رو جا نمیذاریم. راهنما پیشنهاد داد که به عمیق‌ترین قسمت هرم اول بریم. هزاران متر زیر هرم. دقیقاً چرا ما این تونل 1000 متری رو داریم میریم پایین؟ بهم گفتی دوست داری کارایی بکنی که هیچ کس نکرده. چرا فرعون‌ها یه راپله‌ای درست نذاشتن؟ واسه اینکه میخواستن از مومیایی ها و گنجاشون مراقبت کنن. این اهرام لعنتی باعث شد که از قد بلندم متنفر شم. ببین این تونل تا کجا ادامه داره. از قد بلند بودم متنفرم. خواهش میکنم بگو نصف راهو رفتیم. حتی نزدیک نصف راه هم نرفتیم. این تونل برای صدها متر دیگه ادامه داشت و بعد یک ساعت خزیدن تو این تونل‌های تنگ. زانوهام از درد داره منفجر میشه. در نهایت به پایین ترین نقطه هرم رسیدیم. وای بالاخره میتونم صاف وایستم.
رامی این که سنم گیج میره طبیعیه. تو حدود 1000 متر 4 دست و پا راه رفتی. اصلا دیگه زانه‌هامو نمیتونم حس کنم. واو اونجا چقدر بزرگه. وقتی واسه اولین بار ما اینجا رو کشف کردیم شاید باورتون نشه ولی هیچی پیدا نکردیم. چرا هیچی پیدا نکردی؟ واسه اینکه کلش تقلبیه. این همه زمان گذاشتن که یه دام بسازن. دقیقاً و همین باعث تعجبه. یعنی اتاقی که توی هرم قبلی دیدیم اونم میتونست تقلبی باشه؟ اونم میتونست یه دام دیگه باشه. این یعنی مومیایی خوفو هر جای این هرم بزرگ هنوز میتونه باشه. همین موضوع ثابت میکنه که اهرام به عنوان مقبره پادشاهای مصر ساخته شدن. ولی همین اتاق تقلبی شامل عمیق‌ترین نقطه کل اهرام بود. به پایین ترین نقطه اهرام رسیدم. حالا که پایین ترین نقطه اهرام رو دیدیم وقتش که بالاترین نقطه سر بزنیم. از پایین ترین نقطه‌ای که بودیم ما رو به جایی بردن که دکتر زاهی اونجا منتظرمون بود تا شروع کنیم به صعود به بالاترین نقطه هرم. حالا من ازت میخوام 5 نفر انتخاب کنی که با همون بیان. فقط 5 نفر؟ 5 نفر. کی اینجا میمونه بچه‌ها؟ سنگ، کاغذ، قیچی. نه نولان از آشنایی باید خوشحال شدم. عادلانه بود دیگه. و از اونجا به راهرویی رفتیم که روز اول باهاش به اتاق پادشاه ها رسیدیم. ما ویدیو رو از این راه رو شروع کردیم ولی برای تموم کردن ویدیو میخوایم به یه راه مخفی بریم. در 5000 سال قبل فقط کمتر از 50 نفر این مسیر رو رفتن. الان زمان بدیه که بگم از ارتفاع میترسم. زمان بدتری حقیقتا به ذهنم نمیرسه. رفتم به اونجا اصلا کار آسونی نبود. بالای نردمون به یک گذرگاه بی نهایت باریک رسیدیم. تو آخرین ساعت چالش داریم به نوک هرم میرسیم. خیلی سخته، خیلی. آفرین جیمی، آفرین پسر خوب. هیچ وقت فکر نمی‌کردم اینقدر کار مشکلی باشه. این دیگه چیه اینجا؟ ما الان وارد سومین مقبره شدیم. 2 تای دیگه‌ش هم دقیقاً زیر پامونه. ولی مهمتریناشون اتاق شماره 3، 4 و 5. حالا میریم سراغ اتاق شماره 4. خیلی خوب، بزن بریم. تالار شماره 4. واو کارل، اینجا رو نگاه کن. ما داریم به قله هرم نزدیک میشیم. فکر کنم این باحال‌ترین ویدیومونه. چقدر خوشحالم که نولان با همون نیست. آره دقیقاً قسمت مورد علاقه منم همینه. استراحت بسته بچه‌ها، بزن بریم بالا. وای خدا، واقعا خسته شدم. زاهی کجایی؟ بله چطور این کار رو انجام دادی؟ حقیقتا هیچ نظری ندارم. و این بود که ما در نهایت به بالاترین نقطه هرم رسیدیم. چندلر ما رسیدیم. وای خدای من، اینجا پر خفاشه. من نمیخواستم ویدیو اینطوری تموم شه. ما فقط 2 دقیقه وقت داریم و به ما حمله شده. وای وای وای. جیمی بیا اینجا. اینجا اسم اون کساییه که هرمو ساختن. هبر به معنای تیم، سیمسو به معنای دوستان، کارتوشه به معنای خوفو. خوفو این یعنی که دار و دسته خوفو اینجا رو ساختن. و بازم تاکید میکنم اینو 4600 سال قبل نوشتن. دقیقاً. در طول این ویدیو ما تا میتونستیم در مورد منشأ شکلگیری اهرام اطلاعات کسب کردیم و بهترین تاریخ شناسان هرچی شواهد مستند داشتن به ما نشون دادن. از آرامگاه کارگران تا اسکلتایی که اطرافش دفن شده بود که آثار کارهای سنگینشون حتی رو استخونشون هم مشخص بود. تا رفتن به زیر مجسمه ابوالهول به امید پیدا کردن گنج و اتاقای مخفی. برای محققین این سنگ نوشته بزرگترین شاهده. مصریان باستان اهرامو ساختن. این پایان ماجراجویی ماست. خودم هم نمیدونم چرا مسئولین مصر اجازه دادن که تمام این کارا رو انجام بدیم، ولی بی نهایت از همکاریشون ممنون و متشکرم. مستر بیست رو اسکرایب کنین. البته مستر بیست رو که این کانالی که ترجمه کرده اسکرایب. منظوری سابسکرایب رفقا. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه ما بودید. لایک، کامنت و سابسکرایب به هیچ عنوان فراموش نشه. خداحافظ.